آیورودا در واقع طب سنتی هنده. آیور یعنی زندگی، ودا یا ویدیا یعنی دانش، علم. ولی علم یا دانشی که باطنی است، حاصل شهود درونی است. برجسته ترین پزشکان آیوروردای دنیا الان 3 نفرن که زندن. یکیشون همین کسیه که اینو توصیه کرده. ایشون وقتی که شما یه مدت پیشش میشینین میبینین به هر کسی تو هند، البته ایشون میبینین هر کسی میاد پیشش از هر جای دنیا، از اروپا، از امریکا، از هر جا میان پیشش، مرد، زن، سن بالا، کم، انواع هر بیماری. یه چیزی رو به همه توصیه میکنه، میگه هر نیم ساعت یه بار، 20 دقیقه تا نیم ساعت یه بار چند جوره آب گرم بخوری. به بعضیا اصلا دیگه چیز دیگه ای نمیگه. بعد افراد خیلی تعجب میکنن که ای بابا، من از اون ور دنیا کوبیدم اومدم اینجا، تو این همه آدم معروفی هستی، هیچ حرف دیگه نداشتی بزنی؟ همین؟ نه قرصی دادی، نه دارویی دادی، همین بار آب بخور. بعد که اینا میرن بیرون جالبه. و اون میدونین چی میگه؟ میگه این نمیدونه که اگه همین یه کارو بکنه 50% از مشکلاتش حل میشه. این نمیدونه که منتظر من یه قرص عجیب بهش بدم، منتظر من یه کار عجیب براش بکنم. اون نمیدونه. ما وقتی نفس میکشیم دم حیات جریان پیدا میکنه و ما زنده میمونیم. دم حیات یا نیروی حیات رو اونا بهش میگن پرانا. و این پرانا خودش چند شاخه است: پرانا، سامانا، اودانا، آپانا، ویانا. ما 5 تا دم حیات داریم که هر کدوم مسئول یه چیزه. این 5 نیرو، این 5 انرژی های حیاتی رو در بدن کنترل میکنن، سلامت و تعادل رو ایجاد میکنن. برای اینکه هر کدوم از اینا رو تنظیم کنیم باید یه کارایی بکنیم. مثلا شما برای اینکه آپانا رو تنظیم کنین یه دستوراتی وجود داره که این کارو بکن، اون کارو نکن، اینو بخور، اونو نخور، یه کارایی باید بکنیم. ولی یه کار هست که میومره. اون یه کار رو اگه انجام بده هر کس همزمان، هر 5 نیرو متعادل میشن. اون یه کار اینه که آتش هاضمه رو قوی و زنده نگه داریم. آتش هاضمه رو ما تقویت کنیم، به طور نسبی اون نیروهای دیگه متعادل میشن. ساده ترین و مؤثرترین روش برای اینکه شما بدون هیچ هزینه‌ای، بدون اینکه هیچ کار خاصی بکنین، آتش هاضمه رو بیدار نگه دارین. من یه دونه از این فلاسکای چیز گرفتم، از این فلزیا در داره، یا استیل یا شیشه، تو پلاستیک نریزین. دم دستتون باشه همیشه. تو ماشین میتونین ببرین، سر کار میتونین ببرین، تو خونه، همه جا هست. اینو از این جهت گفتم که بدونید این قضیه چقدر اهمیت داره. همین کار ساده آتش هاضمه رو بیدار نگه میداره. هر 20 دقیقه، نیم ساعت چند جرعه آب جوش بخورین.